خانمان و جنابان، با شما معرفی میکنم چمپیون پیشینه UFC در وزن نیم سبک و چمپیون UFC در وزن سبک ناتوریوس کونر ماگرگور. وزن رسمی چمپیون پیشینه در ده وزن 70 کیلوگرم و 760 گرم. و رقیب او چمپیون پیشینه موقتی UFC در وزن سبک داستین بریلیانت پوریه. وزن رسمی جناب داستین 70 کیلوگرم 760 گرم. با من کونر ماگرگور. کونر این محاربه کلان بین دو مرد است. محاربه کلان برای کریر تو و عموما برای ورزش. برای تو محاربه پگاهی چی معنا داره؟ جو بعد 16 ساعت ما با او درس میدیم. اوید اونه که اگر تو خوبی یگان کس رو احترام نکنی و خوبی او رو همچون سستی قبول کنی، برای ای باید جواب دهی و پگاه ما او رو مجبور میکنیم که جواب دهه با جان خود به یگان شبهه. پگاه تو در قفس میمیری. کونر ماگرگور خانمان و جنابان. و اکنون داستین پوریه خانمان و جنابان. داستین در این محاربه تو فاوریتی و تو با این محاربه همچون شخصی میبری که در محاربه گذشته با طریق نکاوت غالب شده بود. سخنهای کونر و محاربه پگاهی برای تو چی معنا داره؟ یگان چیز نیست، این تنها غوغا است. محاربه رو تماشا کنید. رحمت به همه برای پیشواز گرفتن و برای بد دیدن. با جنگواری از لافایت لوزیانا بوده بردباری خواهانم. ای میورفی، جنگیدن رو ادامه ده. تو جنگواری حقیقی برادر. پگاه برار خواهانم سر. داستین پوریه خانمان و جنابان. تشکر به همتون که آمدین. پگاه بگو وا میخریم. دوستان ای بود آخرین سخنهای جنگوارو پیش از محاربه و در کانال ابونه شوین چون که ویدیو نوبتی اویدی در کجا به پول تماشا کردن تورنیر می شود. برای همه خودی حاضر در کانال ابونه شده ویدیو نوبتی رو انتظار شوین.